با سلام و درود بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را از استودیو رادیو آزادی در پراگ پیشکش میکنیم. امروز 26 ایون است. از آخرین حادثه های جهان و تاجیکستان خبر خواهیم داد. در برنامه اینها را داریم. از 11 سامانی تا 13.5 سامانی رسیده است. نرخ سوزشواری بخصوص سلیرکه در تاجیکستان بالا رفته است. سببش چیست؟ در تاجیکستان روز وحدت را جشن میگیرند. مخالفان میگویند سازشنامه صلح اجرا نشد. زیاد نفرانی هستند فرزندان همون شخصانی که جانبدار صلح بودند و امروز در زندان هستند. در زمین لرزه سخت در ونزوئلا صدها نفر جان باخته، هزاران نفر دیگر بنشان شدند. نرخ سلیرکه در تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته است. در ولایت سوخت که سوزشواری نسبت به دیگر منطقه‌ها ارزان‌تر بود، این وضع ساکنان و رانندگان را نگران کرده است. تنها در نقطه فروش سوزشواری گازپروم نفت مشاهده شده است که نرخ سوزشواری دیزلی نظر به یک ماه پیش قریب 4 سومان گران شده است. فرزان محمدی از وضع بازار فروش سوزشواری در شمال تاجیکستان گزارش می‌دهد. نوش هست بود 13.5 شدگی. این ساکن شهر خوجند از صبح تا شام مسافر کشانده از این راه روزی خود و فرزندانش را می‌یابد. اما طی روزهای آخر ارزش سوزشواری دیزلی حداقل تا 4 سامانی گران شد و او را به اضطراب آورد. اگر پیشتر هر لیتر سلیرکه به تقریباً 10 سامانی فروخته میشد، حالا به نزدیک 14 سامانی رسیده است. عبدالجبار میگوید آنها به اجازه شرکت مسافربری و رضایت نیازهای دیگر ارزش راهکرا را بالا برده نمیتوانند. از این رو هر قدر نرخ سوزشواری بالا رود، همان اندازه به جیب او ضربه خواهد زد. از زیانش میرسه من خالی گشتیم، نمیدانیم که همه جا گفتاست، همه جا سویز نمیداند که. ابراهیم جان هم در مرکز ولایت سوخت مسافر میکشاند و به پایین و بالاروی ارزش سوزشواری دقت می‌دهد. 11 بود از 13 شد. سال قیمت میکنه همین. چه قیمت شده است؟ نمیدونم اینش. هرچند تاجران و نمایندگان شرکت‌های فراهم کننده سوزشواری در تاجیکستان افزایش نرخ را تصدیق کردند، ولی سببش را نگفتند. خبرنگار رادیوی آزادی روز 25 ایون به چند نقطه فروش سوزشواری در شهر خوجند سر زد. در تابلوی اکثری آنها که همیشه نرخ بنزین و سلیرکه و گاز مایع نمایان بود، این دفعه چیزی دیده نمیشد. کارمند یک نقطه فروش سوزشواری به بیان نامش اظهارات پیشینه مقامات را تکرار کرد که پایین یا بالا رفتن نرخ بنزین و سلیرکه از آنها وابسته نیست، بلکه به عامل‌های بیرونی پیوند دارد. کوششی ما برای گرفتن شرح مقامات از جمله خدمات ضد انحصاری و وزارت انرژتیک تا این دم به نتیجه بود. تاجیکستان قریب همه سوزشواری مورد نیازش را از روسیه می‌آورد. مسئولان خدمات ضد انحصاری در نشست مطبوعاتی در ماه فوریه امسال گفتند سال 2025 از خارج به تاجیکستان بیش از 1,200,000 تن محصولات نفتی آورده شد که 84% به روسیه مربوط است. در حالی که مقامات و مالکان شرکت‌های نفترسان در تاجیکستان رسما شرح نمی‌دهند، یک اقتصاددان تاجیکی مقیم روسیه در پیام به ما نوشت ظاهراً بحران یا کمبود سوزشواری در خود روسیه به این وضع تاثیر گذاشته است. هفته‌های آخر چند کارخانه نفت روسیه هدف حمله‌های پهپادی اوکراین قرار گرفته، در گوشه‌های این کشور کمبود سوزشواری پیش آمده است. بخش روسی رادیو آزادی نوشت تنها در یک هفته از 15 تا 21 ایون امسال استحصال بنزین در روسیه قریب تا 25% کم گشت. عبدالجبار و رانندگان دیگر میگویند که مقامات در تاجیکستان باید راه حل پیدا کنند. اگرچه به گفته آنها بخشی از ماشین‌ها در کشور برقی‌اند و یا با گاز مایع می‌گردند، افزایش نرخ سوزشواری سبب گرانی خدمات رسانی و ارزش محصولات خواهد شد.
و 29 سال پیش رهبران حکومت تاجیکستان با رهبران اتحاد نیروهای مخالفین زیر سند امضا گذاشته به جنگ 5 ساله در کشور خاتمه دادند. روز 27 ایون را همه ساله در تاجیکستان همچون روز وحدت ملی تجلیل می‌کنند. برخی از نمایندگان سابق اتحاد مخالفین میگویند این سازشنامه از جانب حکومت نقض شده است و مقامات اکثر فعالان مخالفین را با بهانه‌های گوناگون بازداشت و زندانی کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد در این باره گزارش می‌دهد. حسام الدین رازق پناهنده تاجیک در اروپا است. پدر او زبیدالله رازق از بنیادگذاران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی یکی از طرفهای جنگ و صلح تاجیکستان است. پدر حسام الدین سال گذشته در یکی از زندانهای تاجیکستان درگذشت. الان در پولند مهاجر سیاسی هستم و پناهندگی دارم در اینجا و مانند من زیاد نفرانی هستند فرزندان همون شخصانی که در وقتی مذاکرات جانبدار صلح بودند و امروز در زندان هستند. بعضی هایشون زنده خوشبختانه، بعضی هایشون متاسفانه در زندان از دنیا گذشتن. فرزندان اونها خشتباران اون آدمان در اینجا هستند در اروپا. با گذشته 29 سال از امضای سازشنامه صلح هنوز هم مخالفان سابق حکومت را برای اجرا نکردن شرطهای سازشنامه و برجسته کردن نقش خود در این جریان تنقید می‌کنند. محیدین کبیری رئیس حال نهضت اسلامی تاجیکستان که یاور رئیس کمیسیون آشتی ملی نهادی که اجرا شدن سازشنامه را نظارت می‌کرد میگوید که بجز قطع جنگ دیگر هیچ بند سند صلح تاجیکستان پر اجرا نشده است. تاجیکستان از اون تصوری که در سازشنامه وجود داشت باید یک دولت واقعا هم مردم سالار، آزاد، پیشرفته می بود که از همسایگان خود کاملا فرق میکرد. امروز نه اینکه فرق نمیکند بلکه از همسایگان عقب مانده تر است. کبیری میگوید که بر اساس سازشنامه صلح امامعلی رحمان حق داشت که تنها 7 ساله دیگر پرزیدنت انتخاب شود و حزب‌های سیاسی در انتخابات شفاف مبارزه را برای قدرت سیاسی ادامه دهند. اما به گفته او پس از امضای سازشنامه حزب‌های سیاسی فعال از صحنه بیرون زده شدند. اما سیف الله سفروف معاون پیشین امامعلی رحمان در حزب حاکم خلق دموکراتی بر این است که وقتی طرف‌ها راضی شدند و صلح امضا شد و سازشنامه همه مرحله اساسی آزمایش را گذشته است. مادام که وحدت شد دو طرف نمیشه، دو طرف وجود ندارد، برای همین وحدت شد. هم طرفی که میگویند که گویا ما را به حساب نگرفتن نباشد چرا صلح شد؟ به این سوال که جواب میدهند. صلح شد در نتیجه وحدت ملی، امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی. همین کلمه رضایت ملی در اونجا الکه هست. سالهای اخیر مطبوعات دولتی حکومت را به وجود آورنده صلح و جانب دیگر را سببگار جنگ نشان میدهند که به نظر محیدین کبیری پیامدهای بد دارد. دیگر اعتماد به حکومت تاجیکستان همچون یک گروه، همچون یک اشخاصی که به عهد خود باور پایبند هستند از بین رفته است. 27 ایون در تقویم تاجیکستان همچون روز وحدت ملی ثبت شده است و روز استراحت است. رسانه‌های دولتی تاجیکستان امضای سازشنامه صلح و پایان جنگ را اساساً نتیجه کار حکومت و به خصوص پرزیدنت امامعلی رحمان می‌دانند. از نقش طرف دیگر و رعایت شدن و نشدن مقررات سازشنامه صلح تقریباً چیزی گفته نمی‌شود. در زمین لرزه سخت در ونزوئلا صدها نفر زیر خرابه ها ماندند. نجات دهندگان تا کنون جسد 230 نفر را پیدا کردند. زمین لرزه بیشتر اطراف پایتخت ونزوئلا شهر کاراکاس را خراب کرده است. صدها بنا ولنگار شده، هزاران نفر بی خانمان شدند. خبرگزاری رویترز از محل حادثه نوار برداشته است که از آن همکارم کیومرث عطا گزارش تهیه کرد. مأموران نجات در ونزوئلا صدها شخص بینشان شده را در زیر ویرانه‌ها جستجو دارند.
روز 25 ایون زمین در اطراف پایتخت ونزوئلا لرزید و مکانهای زیادی را خراب کرد. خدمات زمینشناسی آمریکا میگوید شاید هزارها نفر در این حادثه جان باخته باشند. وزارت تندرستی ونزوئلا گفت که تاکنون جسد بیش از 200 نفر را پیدا کردند. پیشتر مقامات این کشور اعلام کرده بودند که 250 بنا زیان دیده یا پره خراب شده است و صدها نفر در زیر ویرانه‌ها ماندند. ونزوئلا اقتصاد ضعیف دارد و نهادهای این کشور توان کمک فوری را به زیان دیدگان ندارند. پس لرزه ها نیز کار نجات دهندگان را سخت‌تر کرده است. این ساکنی ونزوئلا را از زیر خرابه ها سالم بیرون آوردند. 4 ساعت زیر خرابه بودم و نمیدانم از کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده بود یا کدام اداره دیگری نجاتم دادند. آنها دستگاه زیاد نداشتند. آنها نتوانستند با تجهیزات بتانها را شکنند. همه را با دست اجرا نمودند. من هم تلاش کردم که راه باز کنم. در خانه هم جهاز زیاد داشتم که آنها مرا از دیوار چپه شده محافظت کردند. دلسی رودریگز پرزیدنت موقت ونزوئلا به لا گوآیرا رفت که بیشتر زیان دیده است. ما از جامعه جهانی کمک خواستیم. نخستین نجات دهندگان از جمهوری دومینیکن حالا می رسند و کمک های کشورهای دیگر در راه است. بهترین آرزو و دعای ما این است که مردان و زنان ونزوئلا سلامت باشند. السالوادور و مکزیک روز 25 ایون گروه نجات دهندگان را به ونزوئلا فرستادند. ایالات متحده آمریکا تحریم ها را نسبت به ونزوئلا سبک کرد و انتقال پول و مال و محصولات را در حالتهای اضطراری به این کشور که تاکنون ممنوع بود اجازت داد. ساکنان بیجا شده غزه در گرمای طاقت فرسای تابستان تلاش میکنند از خیمه های مثل تنور در آب بحر نفس راحت بکشند. در بمباران های اسرائیل بسیار زیربناهای این قلمرو غیر قابل استفاده شده است. مردم مجبورند خود را با آب بزنند که افلاس و گندیده است. گزارش خبرگزاری ریترز را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم میکند. در گرمی طاقت فرسا ساکنان باریکه غزه خیمه های بیچاره حالانه اشان را ترک کرده برای مدت به داخل بحر می روند. تنها برای یک مدت کوتاه فراغت در آبهای افلاس. داخل خیمه مثل گرم خانه است. در درون ایستادن نمی شود. به بیرون می براییم. تقریبا هر یک ساکن غزه از بیجا شدگان جنگ اسرائیل و حماس است و ارتش اسرائیل همانها 60% این قلمرو را تحت نظارت دارد. یک زمان ساحل شهر غزه یک جای معروف و راحت برای استراحت بود. حالا فلسطینی ها اینجا لباس شسته آب بازی میکنند هرچند آبی تازه نیست. زیربناهای مناسب برای 2 میلیون اهالی نابود کرده شده است. به اطلاع سخنگوی ماموریت غزه اکثر لوله های آبی تازه، سیستم آب تازه کنی و کاریز غزه در پی بمباران های اسرائیل خراب شده است. اگر آبی تازه می بود ما لباس ها را با آب پاک می شستیم. ساکنان غزه که در خیمه ها به سر میبرند از تغییر آب و هوا سخت وابسته هستند. مقامات بهداشت گفتند زمستان امسال چند نوزاد هلاک شد. بعد آبخیزی ها شد و مشکلات نوی پیش آمد. در تابستان هم روزی ما سیاه است. در زمستان هم نمیدانیم چی کنیم. زمستان گویا یک خیمه ساختیم که آن هم به سرمان افتاد. مردم دیگر ما را نجات دادند. تابستان آمد ما هم در خیمه نشستیم که از گرمی طاقت فرسا نجات نمیدهد. خاموشک و مگس و دیگر حشرات حتی از زیر کمپل میگزد. مثل تنور گرم است. مثل نان درون تنور هستیم. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان از مردم کشورش خواسته است پیش از گرفتن قرض بانکی برای توی معرکه ها فکری برگرداندن آن را بکنند. خبرگزاری 24 کیگی روز 26 میون نوشت جباروف در این باره هنگام ملاقاتش با ساکنان ناحیه آقتاپای ولایت نارین گپ زده است. جباروف در پاسخ گفته است قرض بانکی کمک به بازگشت نیست. بعضی‌ها قرض گرفته توی میگذرانند ولی بعد توی آن را بر نمیگردانند. در قرقیزستان نیز به مثل کشورهای دیگر آسیای مرکزی توی و عروسی ها از بخش بسیار سرخراجات معرکه ها به حساب می رود.
اخباری آزادی در اینجا به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.